خیلی باله. داغی شد تصمیم گرفتی خودش گفت برم تایلند. گفتم کجا دوست داری بری؟ گفت تایلند رو دوست دارم اینا. گفتم نریم اصلا یه وقت. مطمئنی افسردگی داشت بابا؟ آره حالش بد. گفتم نه یه وقت مریض چی؟ گفت مگه آدم با طبیعت مریض میشه اینا؟ 3500 دلار هم بهش داد. مامانم هم میگفت چرا اینو داری میفرستی تایلند و اینا. گفتم بابا این اصلا سنش بالا، تستوسترون نداره، اصلا خیالت راحت خوشه. بعد هیچ گفتم این الان مثل ساق طلایی میمونه. یهویی روز دوم رفته بود تو این کلاب هاش امیله آویزون میشن. بعد 3500 دلار رو سر دخترش آواش شده بود. یه وایستاد گفت شاباش شدم. گفتم عروسی. گفت نه تو کلاب.